گردوچینای عزیز دقت فرمایید دوستان، موقعی که گردوها رو میچینید این شاخه‌های خشک رو کلا بشکنید بیاد پایین. حیفه بمونه بالا، سال دیگه 2 برابر بشه. یه دونه پاس دیگه فشار بده بیاد پایین. این بمونه موزله، سال آینده میشه 2 برابر. خواهشن نذارید بمونه. این شاخه ها هر چقدر بمونه بالا ضرر داره برای گردو. سال بعد 2 برابر میشه.